بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل برادران، به کل مسلمانان روی دنیا و مسلمانانی که در وطنند، البته به کل تاجیک ها. دعاگویانم که خداوند بزرگ در مملکت آبادیم، در مملکت تینجیم، مملکتی که بها ندارد، همتا ندارد. تاجیکستان عزیزم، وطنم، جانم. چیزی که بگویم برای وطنمون کم است. ما باید همه وقت شکرگزار باشیم ای وطنی عزیزمون، همه وقت شکرگزار باشیم ای تاجیکستان عزیزمون، همه وقت شکرگزار باشیم. دست اول ای الله پاک، ای خداوند پاک، اولش خدا آخرش خدا. و با چنین پیشوای ملت باید فخر کنیم، باید بنازیم که چنین پیشوای ملت داریم. خداوند برای ما، خیلی گفتم اول خدا آخر خدا، خداوند بزرگ چنین پیشوای ملت برای ما هدیه کرده. این یک هدیه یزدان است. یزدان برای ما هدیه شده. برادرای عزیز، ما را خوش بفهمید. باور کنید من همیشه دیدم، افغانا را دیدم، نمیدونم ای سوریه بدن اکایا را نخواستم که بنوار بگیرم و نشان بدم. خواستم که در همین خانه خدا، یکی از باغای بهشتی در مکه و مدینه، یک دعای نیک بهر وطن عزیزم، بهر تاجیکستان عزیزم، بهر خلق عزیزم بکنم که خلق عزیزی من همه وقت شکرگزار باشید، همه وقت شکرگزار باشید که مشکلی که ما آدم‌ها رو دیدم وطن ندارن. میپرسم، میگه در وطن ما جنگ است، جنجال است، خشم و خشی است. میگه ما باید بشینیم دست به دعا برداریم، شکرانه ای وطن صلح و صلاح ممکنیم، شکرانه نوش و نیمت ها ممکنیم، شکرانه کنیم. و با یک چیز دیگر برادرای عزیز من میگم تو، چه خیلی که دیدیم هر روز در اینترنت و چه خیلی اردم میکنن که مغلا و به جا مونده ها. ان شاء الله که پیش میره تاجیکستان ما، اگر ما هم دیگر فهمی کنیم، اولش خدا آخرش خدا، هم دیگر فهمی کنیم، کارمون پیش میره. خیر کنیم، زکاتاتون رو بتین برادر عزیز. این دنیای دو روزه هیچ گپ نیست. یک چیز میگم تو که چیزایی که دیدیم شنیدیم، خداوند بزرگ اول ایمان مستحکم بگردونه و در حق خلق خود، در حق پدر و مادر خود دعاگو باشیم. یکی از پرچم بردارای ملت باشیم. هر یکی ما در فکرمون همی باشد، در مفکورمون همی باشه که ما برای خلق خود خدمت کنیم و برای وطن ما خدمت کنیم. اینا دست به دعا می‌بردارم. الهی آمین. خدایا خداوند پاک و پروردگار، مملکت ما رو، پدر و مادر ما رو، وطن مادر ما رو، خلق ما رو از بلاهای آخر و زمان، خدای خداوند و چخیلی که مملکت ما تنج و آباد است، صلح و صلاح است، صلح و صلاح امین بداره. پاک و پروردگار، ای خدای مهربان، در نام جان پاک و پروردگار هزاران بار شکر میگیم که در وطن آبادیم. خدای خداوند و پاک و پروردگار بازم پیش کار ما رو کشاده کنو، خلق ما را همه وقت سربلند نگاه بدار. خدای خداوند در بزرگی جانم در حرمت هم دیگر باشیم، قدر هم دیگر بدانیم. پاک و پروردگار عهد است که ما چشم نما نبینیم. بی رحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. سربلند و خانه آباد باشید، همه وقت به قدر هم دیگر برسیم. سلامت باشین. یکم گفت فاست و بلند باشه، عذر زیاد، همین چیزی که در دلم آمد خواست تک دلم هم گفتم برای شما. سربلند و خانه آباد باشید، زنده باشید. خدای و برکت و برادران و ابا و خواهران در خانه خدا قرار دارم. خواستم یک میناداری ما به برادران برسانم که ما رو دستگیری میکنی در بر ما هست. خداوند صدق این برادران زیاد کنه. پروردگار در خاندانتان همیشه فیض برکت باشه. خداوند خانه این زیبایش را نصیب یکایک شما گردونه. الله نگهبان. در حقتان دعا میکنم. خدا نگهبان. سلام و درود از خانه خداوند به کل هموطنان عزیز. ما دعا میکنم در این روز سعید جمعه خداوند بزرگ همه وقت وطنمون آباد باشد، ملتمون تنج باشد، یگان آدمی شمغل نمون، همه وقت تنج باشیم، آسوده باشیم، به مثل حاضره آباد باشیم. بی رحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. الحمد لله المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى
وسع كل شيء رحمة وعلما. سلام علیکم دوستان عزیز، در کعبه حضور داریم. کعبه با همراه دوستم بابا حاجی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و اپا و خواهران عزیز خوب هستید؟ ما این قرار داریم در مکه. انشاءالله در حق هر یک و یکی شما دعا میکنیم که خداوند این خانه بزرگ را نصیبی شما بگردانند. برادران همین خطا میگم که همین جیب میپه خونه پونه را مرا بفروش بیا و بخدا شایمون میشه. انشالله خداوند امروز ما دعا خداوند همه تا نصیب کنه برادران. همه تا فیض و برکت ای بالای سرتون اول برزونن بایشین. این ما تایی ساعت دیم بولار نشون شده. او اینو نمیبینی؟ أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. این برادران عزیز فقط شما میگن که تو سیانکه میکنی، تو سیانکه میکنی. اینجا همین تا همونی که بگیری همه سیانکه میکنن برادرو. ما رو تو غریب بفهمی همه. محمد رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.